آغاز مصاحبه ساعت 4 بعد از ظهر، تاریخ 16 دسامبر سال 1999 میلادی. مکان جنوب سوئد، منزل دوستم EF. پرسش: قبل از هر چیز اجازه بدهید از شما بپرسم که کی هستی؟ چه هستی؟ آیا دنبال گونه و ریشت در این سیاره هستی؟ در زمین چه میکنی؟ پاسخ: همینطور که با چشمان خودتون دارید میبینید، من همانند شما یک انسان و یا یک شخص نیستم. ولی برای اینکه با شما صادق باشم باید اعتراف کنم که من یک پستاندار همانند شما هستم. آنچه که در من میبینید نتیجه تکامله. من گونه ای از خزندگان ماده هستم که شما رپتیلیان مینامید. ما متولد همین سیاره هستیم. میلیون ها سال است که ما در این سیاره زندگی میکنیم. رد پای ما را در کتب مقدس خود میتوانید بیابید. ما بخشی از کتب مقدس شما هستیم. در تمامی ادیان همیشه از ما سخن گفته شده. بسیاری از پیشینیان شما ما را میشناختند و ما را مانند خدایان مورد پرستش قرار میدادند. رد پای ما را میتوانید در آثار پیشینیان بیابید، مانند مصری ها، اینکاها و بسیاری از قبایل دیگر. آنها ما را همانند خدایان پرستش می‌کردند و ما را خدایان می‌نامیدند. در دین مسیحیت شما نقش ما را در خلقت شما اشتباه نوشته. در کتاب مقدس شما نوشته که ما مارهای بدجنس هستیم، اما این گونه نیست. نژاد شما توسط مهندسی ژنتیک بیگانگان ساخته شده است و ما کمتر در این پروژه و روند دخالت داشتیم. باید بدانید همکنون بسیاری از محققان شما هم می‌دانند که نژاد شما یعنی نژاد انسان کاملا غیر طبیعی تکامل یافته، آن هم در مدتی بسیار کوتاه، در مدت 2 الی 3 میلیون سال، و این کاملا غیر طبیعی است. تکامل یک پروسه یک چرخه بسیار طولانی است. آفرینش شما توسط مهندسی ژنتیک انجام پذیرفته، آن هم به دست بیگانگان و نه ما بیگانگان، فرازمینی ها. شما از من پرسیدید که آیا من گونه‌ای فرازمینی هستم؟ از شما پوزش میخواهم، ولی باید بگم که من نیازی به پاسخ دادن به این پرسش ندارم، چرا که ما در اینجا صاحب خانه هستیم. این سیاره متعلق به ماست، نه شما متعلق به ماست. ما به جز زمین چندین سیاره مستعمره داشتیم. بله، درست فهمیدید، زمین سیاره ماست و نه شما. این شمایید که در اینجا بیگانه هستید، نه ما. پرسش: می توانی نام خود را به من بگویی؟ شما را چه می نامند؟ یک توهین بسیار زننده برای برخی از گونه های ما می باشد. ما همانند انسان به روی فرزندان خود نامی نمی نهیم. نام هر کس در بین ما منحصر به فرد بوده که در دوران بزرگسالی و یا روشنفکری دینی به ما اطلاق می شود، آن هم به توسط بزرگان ما. ما در زمان نوجوانی نامگذاری می شویم. زمانی به روی ما نامی می نهند که ما هر آنچه که در جهان هست آموخته باشیم. در نوجوانی و یا جوانی، در زمانی که تمام آموخته هایی که باید بدانیم فرا گرفته ایم. همون گونه که قبلا گفتم، تلفظ غلط نام ما بسیار توهین‌آمیز می باشد. به خاطر همین من هنگامی که در بین انسان ها هستم یک نام دیگر هم دارم،
از شما خواهش میکنم با آن نام بنده را خطاب بفرمایید. شما میتوانید من را لسرتا خطاب کنید. پرسش: میتونی به من بگی شما در حال حاضر چند سالته؟ پاسخ: زمان رو لطفاً همانند انسان‌ها بر مقیاس گردش زمین به دور خورشید و واحد نجومی لطفاً محاسبه نکنید. این تاریخ دقیقی نیست. همان گونه که می‌دانید بیشتر خزندگان در لایه‌های زیرین زمین زندگی می‌کنند و ما در آنجا از نوعی دیگر از شمارش روزها بهره می‌بریم. ما همانند انسان‌ها گردش زمین به دور خورشید را محاسبه نمی‌کنیم. ما چرخه‌های تکراری میدان مغناطیسی زمین را مبنای محاسبه قرار می‌دهیم و با در نظر گرفتن چنین مقیاسی بنده در حال حاضر 57,653 چرخه عمر دارم. بلوغ آگاهی در نژاد ما قبل از رسیدن به 16,377 سیکل است. چیزی شاید بتوانیم بگیم مانند 18 سال شما، که این در بین نژاد ما بسیار دوره مهمی است و با در نظر گرفتن تمامی این چرخه ها و با تبدیل به مقیاس انسانی اجازه بدهید حساب کنم. بله، من در حال حاضر 28 سال احتمالاً به سن انسانی سن دارم. من 28 ساله هستم. پرسش: وظیفه تو در بین هم نوعانت چیست؟ آیا شما هم همانند ما انسان‌ها کار می‌کنید؟ پاسخ: اجازه بدهید این را به شیوه خودم به شما بیان کنم. من یک دانشجوی کنجکاو شناخت رفتارهای انسان‌ها یعنی شما هستم. وظیفه من شناخت رفتارهای اجتماعی شما انسان هاست و به همین دلیله که من الان اجازه دارم با شما سخن بگم و با شما گفتگو کنم و تنها به همین دلیله که من در حال حاضر تمام حقایق جهان خودمان را به شما بیان می کنم و با صداقت تمام اسرار خود را به شما میگویم. در تمام این مصاحبه من سعی میکنم که صادقانه به شما پاسخ بدهم. باید بگم بسیاری از گونه های شما احمق‌ها و نادان‌هایی هستند که به روی این سیاره زندگی میکنند. آنها به دروغ ادعا میکنند که تمام حقایق در رابطه با ما، بشقاب، پرنده‌ها و بیگانگان را میدانند و برای من بسیار جالب است که برخی از شما تمامی این دروغ‌ها را باور می‌کنید و آنها را مانند حقایق